گیلا اگیلا این کجا که معلوم نیه. خب در من چکار کنم؟ این صبح کردم گفتم برو به دفتر گفتم تا دفتر جاری کو من چای تیار کنم آماده کو که من بیام لقمه مرض بخورم به می دفتر خودم خبر کنم 50 60 دقیقه کلا وردشنم این ترکه دنیا من چکار کنم آخه؟ گیلا گیلا این با کجایه؟ من پول مفتی دار کنم بزی بودم که می خندادا که پول بده به من تو با کجایی؟ بله مادر تو با کجا قبرستانی؟ مادر شما گفتم برو من خرگوشا رو بردار اگو فشک که تمام خونه رو همه قلبه کرده با بلای جون میکن قلبه کرده کامل فساد یا کامل درمه همین فکر کن تو چی گفتم؟ چی گفته؟ تو نگفته تا دفتر جاری کن چای تیار کن ما بخورم خب بابا جان بادار یک جاروی داریم که هم تکمیل شروع میکنیم که جارو کنم همه گردای میرزه خوشای میرزه به تا خونه میرزه بیشتر تا خونه لمش میشه حالا ما گناه تر بخورم خود چه گناه من؟ تو نگفته من پیاله چای نکو خود خبر نده که من 50 60 لگی با کلا وردشنم چای میان نانتوسا بیارم وای بابا کجا ما این بریم؟ گله خود خبر ده که من 50 60 لگی کلا وردشنم یک خب من بعد برم به خارج برم پاسپورتم ویزا کرده تیار کرده آخه بادا شما سعی کنه همه دفعه شما به خارج رفتیم ادم به تیاره افتادیم خدای نکرده خاک به زبون شما این دفعه اگه ادم به تیاره بفته که هوا گرم تا به زمین برسیم به هفته میسوزیم با کلوک میشیم دل جمع بشم او کرا شلوغ بودی کرا تیاره شلوغ نیه که من تیاره بفته کن خب بله نمیشه ولی خر بریم تو دیگه سردیل داری خاله تو دیگه این که من مطلق رو گفتم جراری که مطلق بگی کی ما این بریم؟ حالا من برم حال کنم داری یعنی بیام من خود فیزیک خود دفتر چه کار کنم؟ ها؟ دفتره هیچ کس نمیخداری به دفتر نیفهم یا نه؟ خب هر کی آمد بگم هر کس آمد بگو بادار ما برسته به تیت خورده توت خورده نه داری کسی نه جمعش میریم دیگه به خیر خوشی بادر سعی کنیم به منجگاه که رسیدیم اول زبون اینا رو یاد گیریم که میگه دیس فانتین افغانستان یاد میگیرم خطا نشو لب نار یاد میگیرم برای خداحافظ تاکید من دیگه میده که کسی نگذاره من هیچ کسی نداره و این وقت اگر خبر شد کسی بکشی یا خود میفهمد پست تو میکنم خوبه چشم پولا تو را میخواد اینجوری ری میکنم 6 ماه میشه کنم 6 ماه تو ری میکنم در جان با میگم برای خداحافظ خوش آمدین به خیلی سلام بدین خوبه دفتر رو بسته کنیم بادر بلد خوبه قربان خدای پاک شو بیشتر آدم میده یا دهنم بند باشنیه میشا خیلی بخور متقه به جلو از اینه میکنه این اصلا این اگه بده خوب این بیسکی ندارانه میداده میمره به شهر سان فرانسیسکو کی بیدامه؟ کی بید؟ کی بود؟ جمعه چی؟ جمعه بیبی خوربت ومه جمعه کی بود؟ جمعه گو مرگ جمعه گل خود جمعه گل اول میگفتی بله تو دروانه میکنی کجای بادار تو؟ چی میگی؟ کار دارم بریم ما دفتر بریم چی کار داری؟ تو جلویشو میگم با تو دیگه خود تو بیا 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 چه کوچه نمیشون ما خودتو غال کنم اینجا مردم بعد جمعه خب انا دکتر اینجا با ما بگو که چی بفرمایید الان اینجا میشینی و میشینی کجای بادار؟ الان اینجا بشین بادار تو کجای؟ بله بادار کجای؟ چی ماستین؟ بعد حسابا خواهم چی ماستم؟ چند حساب داریم؟ 5 لک 5 لک بله
اصلا می پایلک به می فوکستو میخوره. گپ مفت نزن مادر به کجای بگو این در روز من زنگ میزنم ولی تو چوب کن. رفیقتو کنیم. این رفیق به کجا دارم من؟ کی با؟ بابا! بیدا چی سرطلب کی بود؟ شیخ بابا ایلو اینجا جنگل نیه کی بود؟ شیرما مرگ شیرامت خو اما در اول میگفته دلبندم کو بفتا چی مایی؟ گفت داره وادار تو بسرای شما چی ماستین؟ طلب مستمزی کلو شو طلعت ماستن کلی و سیکو تو بفرمایید یا الله بفرمایید اولاد باشه کجای وادار تو؟ بله وادار تو کجای؟ چرا شما چی مایی؟ الله شکو خیلی. یه رستیم دا 15 روز میشه برای کلو خو میم اکسره میگم درکوی نیه کجای آخه؟ چند پول زدین؟ 15 لب 15 لک بله اصلا 15 لک به می قیافه تو بوسکویی میخوره آفرین آخه ما آفرین مثل با مادر خب به تو کجای؟ چپ کن کی با؟ هوا هوا عجب دیونی بودی خدای بادار از این گیر میگه خودم خود از یزید تا اینا کرد بفرم من پیراش ما بیام پیراش بود بفرم بیام Kwami bodar tu. تو در بادار از بله Ami gada gudul bodar tu ku. دفعه مفتنازه باید زمان باشه به خط بیشتر میزنم Khuda Tu ki chi nabi mai? kana to min na do. تو چی مایی؟ Taki di zafru no biya ma chen kula kanwar bara no. Begin toru dem ro bara. Pular chen ne yore na mide. 5 کیلو زعفران 5 kilo zafru. نه یا الله سلام علیکم داره کی وکا دا دفتر شما وا بیدم دیگه او زن تو نبی تو برات خودم دفتر وکو Tu ji gano kar khidmati ma ba dara basta kuno wa kuno. تو چی مایی؟ لالا کجای بودم شما؟ بفرمایید امر کنیم من بلان ملیکه برادم 2008 بادار از یار کی می چوب کلالا بادار منه چوب کنه تو کجای ازی و ای همی تا آدم نافامی هستی که به می کلاوردار بدادیم خبر نداری در بسته کردی در بسته کردی خبر نداری که اب نکش ماما خبر نداری که 6 ماه میشه اینجا که ماش من نداده شما بزی پول دادیم تو چی و 2008 تا درا برات پول ریکا این تو سیگورات تو برات 2008 همه 15 لک جیب پول دادم بریو تو چوب که من بپرسم که چی مایه چی مایی 2008 بلار و 2008 بررسی مدرم و نوروز بلار ما تا صبح دوتار زده آها بررسی تا کل صبح مدار بادار نه بالیا تا کل صبح دوتار زده 2800 پولای میشه اون پول کارا بده که بولا برا خاطر کار داره تو بخی بیا به جامعه بشی چره؟ تو بشی من تو بیدی و خدا را خود میگرد میرفتم بشی هر چی که ما به شما میگم شما دستا خود بالا کنیم بگیم الهی این آمین جای رو خوب بر بگذارم آمین دستا خود بالا کنیم بگو دعا کنید که خداوند با آدم چارکولار به زیر اختیاری کنه دعا کنید که خداوند آدم منافق عظیم و مملکت بار اندازه Ilayami. دعا کنید که میتر بادار ما برفته به خیر خوشی دیگه پس نیاید Ilayami. خوش آمده بیا دعا کنید همین خوشا الهی امین دعا کنید خدا بادار من پولدار کنه چرا میگفتی؟ بیا بشی ماما کجایی تو چوب کلالا چوب کنی اگه دیگه بادار من چوب کنی من برا ملیکه میشنازی برا من ایش تو من دوری بیدم زیر در آمد خوب از درانی نه کجا بودم ای گفته که من شیرم خب تم به تفسیر شیر من دمی که بیام دیدم که شیر نیه شیر عمده خب انا ای بیام آدم میگه 15 لگمان ای میگه 5 لگمان ای میگه چون 5 کیلو زعفرون مام ای هم که بررسی مدر Pula کنم zafru. خب ای هم برار از این بررسی مدر شما چند وقت بیشتر که بررسی مدر شما بودن دیتار ای میگه تا به صبح برار ما دیتار زده 2800 میگو تو شما گفتین که چون در سیاه گوسپند قربانی به جمع گوسپند قربانی میکشیم سه 6 میجه چرا 6 میجه نشو گوسپند قربانی بستونیم چی بگم برای تو
گیل اعصاب من خراب و تو کی گو که اینو به دفتر را چرا ده ما را نده برات ما برات دور آمده ما را نده به دفتر ای ماما چکاره؟ چی چکاره؟ چکار خدا اینو کافر چون اینا بتوسی حسابا شما میکنه سب کسی بیامدی سب چوب کلالا حسابا شما چوب کنه چوب کنه حساب تو برادم چنده 15 چی ببردی از دفتر از دفتر چیزی نبودم. بادا شما بیاین بر بشینیم مادر از یک روز بیامده گفته 2.5 خروار پر مگس بدین که میبرم عروسی همی آدم عروسی از اینه نیلیچه تیار کنم بالش تیار کنم لاف تیار کنم انا حال ای انو قرضدارم هست 2.5 خروار پر مگس چند ارزش اینه میگم خجالت نکشیدی که برخصی بیامیدی قصدارم هستی تو بدیکاری تو خجالت نکشیدی 15 لک دیگه بسوندی. ما بدر کو یعنی بده کارم هست صاحب که دیگر بیارم خب حساب تو چند میده اینا بدیکار بیامدم من اینجا نه خجالت نمیکشی حساب تو چنده بادا سعی کنی چی میگم همین برار ازی بیامدن از یک آینک از چیش نداشت بیامد برار ازی و دم دفتر آمدم این در از پیشتر گفتن برادر من بیکارم وایر ظاهر بموندم از اون میشد خلمون یک 10 تا بدیم 10 تا میش خلمون برد شما حساب کنین 10 تا میش خلمون مال چند قیمتی نه تانی کوکو بده کارم میشه برار میگه به خب برار برار و پیار مدار چی فرق میکنه؟ چی فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه چی فرق میکنه؟ برار من آمده فرق چیه؟ کلاهبردارای مفت برار میکنم دیوانه شما بگو چلچله چی شد؟ میگیم من چی اندازی از اینو از تو چند یک بجیبی؟ الان چی؟ با تو نمیدونم بگو شما بگو شه در هوا میگذارم میتونم مردین بیانی در هوا باشه شما رو دفعه چلاق میکنم خب تو گفتی برار تو چه کار شده؟ دوتا صبر کنیم بادا دوتار به دوتار ما دوتا نمالا برو صبر کن اگر دوتار برار تو بیتار اگر دوتا صاحبشون برای خب این تاسته ما دوتار میزنه تو صبر کن اینا مال بده پول لخت ما تو صبر کن تو صاحب که یک دفعه الان بکت ما دنگ 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 بگو کالای نه و خور بپوشه اجل ما چوب کنی پول لخت ما من دوتا من چه کار برو کوکو نه برو نه تو پول نمیدم بعد واخش یعنی گیلگ نوشی جان رسیان که دیتا کلاهبردار که با هم دیگر رفته چیره غم بادا یعنی واقعا نوشی جان اشتنه یعنی تو بشی هیچ غم ندارم بادا شما نگفتی که من 6 بجه پرواز دارم 6 بیجه صبح بوده صبح صبح صبح
بیلا تو مر باید داشته باشیم غم غم ندارم. نداره. چی رقمه؟ واقعیت. بازم گلک مزدور شما. یا نوش جات. دیگه تو پدر داشته باشه بینا اگه بمیچردی بس سرس شدم اسم من بگده. ها؟ میترسم بله؟ میترسم تو اون جون نمیم ایده میلرزه میلرزه؟ چرا؟ میترسم بعد چیزا اینا اینا دیگه حق صغیر و کبیر میتونه بادار. بیلا ها؟ تمام اعضای بدن میلرزه من شلی زده عدله نه بابا. همیشه من یک جای قایم کنه که من نبینم تا صبح که باید جون برم ها؟ چیکار کنیم بادار؟ اگه به تا تاقچه ها شما رو قایم کنم که بیان در خونه رو وا میکنن. ما میگم فکر بکن پس یک کار کنیم آنه چطور؟ میگه غم نداری بوز بخر بوز نبود مرغ بخر چطور؟ شما به تر اختخواه بسته میکنم دوست اگه بیایه و همینا بیایه هرچی بپالم رختخواه کنه میبرم این لافتا شما هم گو به بالی خونه میکنه خیال لاف میکنم شما خوب چامیه ایسته نه خیلی خوب چامیه صبر کنین شما تکل نخوریم بادا بادا میشونیم صبر کنی که نوار کنم بیا بشین بشین البته بشین شیرم فکر خوبیه بادا خیلی خوب فکری. چطور میکنی لکه بکش دیگه بکش محکم شیم بادا میکشی محکم شیم دیگه یاد مکان دیگه این چه کار میکنی؟ محکم تر شیم بادا گردن بس اینا محکم تکون نخوری بادا بادا من میگم سر خوب بزن هر کس ببینه میگه خیلی شور نخور نه بادا من پیش شما خوب شون گردن من شما رو بادا رو میتیار کردن فقط مرتکب گرفته خوبیه نگو خورپوف نبید نه خورپوف شما نکشید بفهمید رمزون من که برفتم اونجی اینا هم بیامده بودم اینجا گفت اینا هم از اینا پول مایه ما که 15 لک روپیه کماییم اینا هم لک پول مایه از اینا بعد از ما بگفتم بگیر به جارو بزن بیرو کدما کی به جارو زد بیری پس؟ همون کارگری و قربانی میکنه به جارو شلاق یک کارا میکرد اون جگاه یعنی اینا کلاورداری کردن شما باید حق خورفته از ما باز طلب شما هم چه بشه. میگم چون برار از این بیامده چی برده مادر از این بیامده چی برده از ما طلب هم بشو در حالی که کسی را یعنی چیزی نره شما سه چهار نفر غیرت شما میگذر بود که شما بزد بیری شدیم به یک جاری بترسیدیم برای اپولا تیر شدیم چی تیر شدیم من پولا خب بعد چرا بیامدیم پیش ما ما آمدیم بیامده شما یک مشوره بگیریم برو مشوره امینه همال به دفتر خونه 100% است او کجا میره مشوره امینه که بریم شونای بسته کنیم و داریم بیاریم این مشوره اون به کیف خو میاری صحیح بله فقط اون بسته کنیم بیاری که دست پای ما نباشه کو صحیح بره بله بری لاگی وای 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 بیاری بیاری سلام میشه آنی رو رمزون بیاوردم میگم راست خور بگو پولار چی کردی 15 لک روپیه از ما آدمه دیگه نمیفهم که از این برادرها چنده این پولا ما همه تو میستوندی که بری به خارج بری کلاورداری کنی اینا با خدا با بچه ها میگم که تو زمین جیگاه میتا بزن اقلیه به تنه و کمر تو نرسه شما رویدی پول چاق میکنی خدا رو سیاه کنه اونا شما
جمع کردم به صرفی ها حواله کردم. انا حال بیا که برای خودش میگن پولکاش میگن صرفی ها بازم به دستش میگن پولکاش. آن دیگه بس دیگه من کلاهبرداری کنم. از این ساعته. دیگه چند نفر تا حال کلاهبرداری کرده بودی که زور نوتو نکشیدم اما. قبول دارم. یعنی کلاه به صرفی هستی یعنی ما هم اونجا که ببری سهم معدب نه کلاه به صرفیه. تو آدم از ما که پول انگفتی بخوردی این بچه میگه پیار به عروسی مادر تو دوتار زده تا به صبح تو پولا از این آدم هم بخوردی تا گل صبح به دستا خود دوتار بزدن پولای بخوردن. حالا لالا رمضان چی میگه؟ بیاد که برای پولکاش ما رو دم دست همین که شیشته همین شیشته باشه خود زنگ زنه پول نخ کنه بیارم همین جا آدرس دیگه بیارم نه میره به بابا نمیشه دیگه میگم بریم همین جا بریم دیگه میره این به زنگ زدن کسی این کلاهبرداره به زنگ از این کسی نمیاد خدا عظیم دارم خاله بگه پدینا باش بگه کجا مایه برم پیش میره که مادر ما در سرار هم آبک دیشه بره نگال تیاره حرکت کرده مادر ما بره بازم خیل بینی مادر که مستی مرا خواه بیدار نکردی دل بسخته و من گفته مزدورک محلول از خواه بیدار کنم گناه داره خیر به جلوی تو مادر همیته که برفتی به خیر خوشی پلامر زودتر ری کنی پس دیگه نیایی اگه بمردی هم همونجی بزیر چی مشکلی نداره باز من اینجا فاتح جنازه تو به خیر میگیرم هم عقل پولام 6 ماه میشه بلکه 4600 ری کنی خوبه خودی به من میگه دم دفتر بسته که حالا با خودی بیری شده دم دفتر بسته نکرده وای 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 وای